مایع تلقیح حاوی باکتری بهترین گزینه برای تأمین آزوت گیاه سویا میباشد. آغشته کردن بذور سویا به باکتری رایزوبیوم قبل از کاشت موجب تحریک ریشه‌زایی در سویا، کاهش نیاز گیاه به مصرف کود آزوته و کاهش هزینه‌های زمان داشت، مقاوم ساختن گیاه نسبت به تنش‌های محیطی، کاهش خطرات زیست محیطی کودهای شیمیایی، افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد گیاه می‌شود. مصرف باکتری همراه بذر سویا در هر هکتار معادل 280 کیلوگرم کود اوره می باشد. روش بذرمال بذر سویا به مایع تلقیح حاوی باکتری: 60 کیلوگرم بذر را روی نایلون تمیز ریخته، سپس نیم لیتر مایع تلقیح حاوی باکتری را به صورت یک نواخت روی آن بپاشید. بذرها را زیر و رو کرده تا سطح بذرها به مایع تلقیح به خوبی آغشته شود. بگذارید بذرهای آغشته شده 5 تا 10 دقیقه در سایه مانده تا خشک شوند. سپس اقدام به کاشت نمایید. سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان